با درودی دوباره از دفتر مرکزی رادیوی آزادی به همه شما بیننده عزیز و شالوی گلخوجه هستم که چون هر روز در همین وقت یعنی ساعت رسوده به وقت پراگ با شما ملاقات میکنم و شما رو با سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنم تا اینکه شما در جریان باشید که در دنیا چی میگذرد و البته که بعد از 3 ساعت دیگر ما بازم با شما در بخش مستقیم ملاقات خواهیم کرد در برنامه خبری رادیو آزادی که این برنامه ما 15 دقیقه است طوری شما میدونید و بعضی از این خبرهایی که الان من برای شما میگم ما تفصیلات آن را در برنامه خبری برای شما خواهیم گفت. خب شروع میکنیم از جنجال در هواپیمای مسکو دوشنبه در نسبت شهروند 25 ساله تاجیکستان که شام دیروز در داخل هواپیمای اورالسکی اویالینی جنجال برداشته رهبلد را زده است برای اوباشی پرونده جنایی باز کردند. مسافران دیگری هواپیما بعد بیش از 2 ساعت تاخیر در پرواز به دوشنبه رسیدند. طبق نوشته خبرگزاری روسی جوان تاجیک نخست با یکی از مسافران جنجال کرده بعداً بر رهبلد رفتاده است. همکاران ما تفصیلات این خبر را پیگیری دارند و همچنین تلاش میکنند که هویت جوانی با اصلاح جنجالی را معین نمایند و جمله صحبت هم داشتند با مسافرانی که شب دیروز با این جوان در هواپیما بودند. خوب در برنامه خبری ما رو همراهی کنید و حتما خواهید فهمید. تربوزهای کفیده و خریداران ناامید امسال ظاهرا برای کشاورزانی که با پرورش تربوز مشغول بودند سال خوب نبود. همین گونه ساکنان نیز تابستان دراز نتوانستند با تربوزهای خوشمزه دهان خود را شیرین کنند. از یک طرف نرخ دندان شکن و از طرف دیگر صفت ناخوب این پالیزی آنها را آزرده کرده است. همراه با شما در برنامه امروز خبری خواهیم دید که چرا حاصل تربوز در تاجیکستان امسال خوب نبود و انتظارات وزارت کشاورزی از چند ماه آینده چیست. در برنامه امروزه باری دیگر به مسئله نرخ سیم کارت توجه خواهیم کرد و درباره درخواست شرکت‌های موبیلی از خدمات علاقه و ضد انحصاری خواهیم گفت. شرکت‌ها خواهش دارند که بالا بردن قیمت سیم کارت تا 1 نوامبر به تاخیر گذاشته شود. از طرف دیگر همه چشمای امید به جلسه حکومتی کشور نیز هست که امروز برگزار می‌گردد و احتمالاً همین موضوع مربوط به سیم کارت هم مطرح شود. به هر حال تا 3 ساعت دیگر و تا شروع برنامه خبری ما فرصت داریم و حتما شما را از هر حرفی تازه که شد در جریان میگذاریم. باغ کلی جوانان را از نفسازی کردند. این از نخستین باغ استراحتی پایتخت است که 14 سال پیش بنیاد گردیده بود. مقامات ماه نوامبر سال گذشته درهای آن را بستند و پس از 10 ماه و بعد پورا بازسازی آن دوباره درهای آن را برای بینندگان و استراحت کنندگان باز نمودند. نمای فعلی باغ را شما امکان دارید در برنامه خبری ببینید که در آنجا برای کودکان هم یک گوشه رایگان را تشکیل کردند. گزارش رادیو آزادی سبب شد که داوطلب نابینا دانشجو شود. هفته پیش ما گزارش داده بودیم که جوان نابینای از بالای رهبر کنسرواتوار ملی برای مانع شدن به تحصیلش در این مکتب موسیقی به دادستانی مراجعه نمود. حالا این جوان میگوید مشکلاتش حل شد و او بالاخره موفق گردید که در کرسی کنسرواتوار نشیند. شهریار دامینه ورزشگر تاجیک در بازی‌های 18 تابستانه آسیایی در اندونزیا در مسابقه قایقرانی صاحب مدال نقره شد. این سومین مدال منتخب تاجیکستان در این بازی‌ها میباشد. از این پیشتر دلشاد نظرов گرزانداز شناخته تاجیک و بهروز خواجه‌زاده در مسابقه گشتی کورش مقام دوم را صاحب شدند و با مدال به تاجیکستان برمیگردند. خب بازی آسیایی ادامه دارد و ما و شما همراه خواهیم دید که شاید باز دیگر ورزشگران ما هم موفق میشوند و مدال برنجی و یا نقره رو به دست میارند. به هر حال ما از این بازی امید زیاد داریم و از شما هم تشکر میگیم که ما رو همراهی کردید طول چند دقیقه و خبرهایی که در دست داشتیم شنیدید. البته خبرهای ما بیشتر از این است و طوری هم گفتم در برنامه خبری ما به تفصیل برای شما درباره این و یا آن خبری که مهم است و برای شما هم فکر میکنم دانستن آن جالب است تفصیلات خواهیم داد و هر نفری که تا شروع برنامه ما و که در جریان روز خبر و یا نوار دیدنی دارید و میخواهید که دیگران هم این نوار و یا عکسی که شما دارید ببینند پس آن را با ما در میان بگذارید. استهاله نکنید. ما با همکاری شما البته شاد هستیم
شما میتونید در سامانه ما که www.azadi.org است وارد شوید و در بالای این سامانه رقم رادیو آزادی رو پیدا کنید. انیقترش رقم ایمو، واتساپ و دیگر رقم های شبکه اجتماعی رو که همشون یک رقم دارند. خب به هر حال من فکر میکنم که هر یکی شما سوال های زیاد دارید و میخواهید که به این سوال هایتون پاسخ مشخص و دقیق رو بگیرید و همکاران ما حتما هر درخواست و خواهشی که شما دارید و سوالی که دارید کوشش میکنند که به این سوالای شما آنها پاسخ پیدا کنند. من از هر یکی شما برای همکاریتون و از اون که شما به ما پیام درود میفرستید و سوال میدید تشکر میگم و همه شما رو بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم منتظر میشم.